اسرائیل، کشوری کوچیک که همیشه در صدر اخبار قرار داره. اما آیا واقعاً میدونی چه رازهایی در پس این سرزمین نهفته است؟ این کشور در حالی که از نظر وسعت بسیار کوچکه، اما برخی از بزرگترین تحولات تکنولوژیکی، کشفیات تاریخی و اختراعات مهم جهان از اونجا سرچشمه گرفته. از هوش مصنوعی که بیماری‌ها رو پیش بینی می‌کنه تا دریایی که شما رو روی آب شناور نگه می‌داره. در این ویدیو با 10 حقیقت شگفت‌انگیز درباره اسرائیل آشنا خواهید شد که شاید هیچ وقت نشنیده باشین. تا آخر ویدیو همراه ما باشید چون مورد شماره 10 ذهن شما رو منفجر خواهد کرد. بخش اول، فناوری‌های عجیب و انقلابی اسرائیل. شماره 1، اینترنت وایرلس مدرن رو اسرائیل اختراع کرد. شاید باور نکنید، اما اگه در حال حاضر در حال تماشای این ویدیو از طریق وایفای هستین، مدیون دانشمندان اسرائیلی هستین. فناوری پایه اینترنت بیسیم مدرن توسط شرکت‌های اسرائیلی توسعه داده شد. این کشور یکی از پیشروترین قطب‌های فناوری اطلاعات در جهانه و بسیاری از استارتاپ‌های مطرح در زمینه شبکه‌های ارتباطی از اونجا سرچشمه گرفتن. شماره 2، هوش مصنوعی که بیماری‌ها را قبل از ظهور علائم تشخیص میده. اسرائیل یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در زمینه پزشکی دیجیتاله. پزشکان در این کشور از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده می‌کنند تا بیماری‌های مانند سرطان و مشکلات قلبی رو قبل از ظاهر شدن علائم اولیه شناسایی کنند. فناوری‌های مانند کمپانی زبرا مدیکال ویژن با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده میتونن تصاویر رادیولوژی رو تحلیل کرده و بیماری‌های نادر رو در مراحل ابتدایی تشخیص بدن. این یعنی نجات میلیون‌ها جان در آینده. شماره 3، کشوری که از هوا آب آشامیدنی تولید میکنه. اسرائیل کشوری با آب و هوای خشک و بیابانیه، اما تونسته یک راه حل فوق‌العاده برای مشکل کم آبی پیدا کنه. این کشور فناوری رو توسعه داده که با استفاده از رطوبت موجود در هوا آب آشامیدنی خالص تولید میکنه. شرکتی به نام واترژن دستگاه‌هایی ساخته که میتونن در بیابان‌های خشک و بدون هیچ منبع آبی آب تولید کنن. این فناوری همکنون در کشورهای آفریقایی و مناطقی که با بحران کم آبی مواجهن مورد استفاده قرار میگیره. شماره 4، اولین پهپادهای نظامی مدرن توسط اسرائیل ساخته شدند. امروزه پهپادها در زمینه‌های مختلف از فیلمسازی گرفته تا نظامی به کار میرن. اما آیا میدونستین که اولین پهپادهای نظامی مدرن توسط اسرائیل طراحی شدند؟ اسرائیل یکی از پیشگامان ساخت پهپادها یا درون در جهانه. بخش دوم، اسرار تاریخی و فرهنگی اسرائیل. شماره 5، اورشلیم، تنها شهری که در 3 دین بزرگ جهان مقدس است. اورشلیم شهری با بیش از 3000 سال تاریخ، مقدس‌ترین شهر در جهان برای پیروان 3 دین بزرگ یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلامه. این شهر مکان‌هایی مانند مسجد الاقصی برای مسلمانان، دیوار ندبه برای یهودیان و کلیسای مقبره مقدس برای مسیحیان رو در خودش جای داده. هر سال میلیون‌ها زائر از سراسر جهان برای بازدید از این مکان‌های مقدس به اورشلیم مسافرت می‌کنند. شماره 6، عبری، تنها زبانی که پس از 2000 سال دوباره زنده شد. زبان عبری تا قرن‌ها فقط به عنوان زبان مذهبی استفاده می‌شد و هیچ کس به طور روزمره با آن صحبت نمی‌کرد. اما پس از تشکیل اسرائیل در سال 1948 این زبان دوباره زنده شد و امروزه 5 میلیون نفر از آن به عنوان زبان مادری استفاده می‌کنند. هیچ زبان دیگه‌ای در تاریخ بشر بعد از 2000 سال فراموشی دوباره به زبان رسمی یک کشور تبدیل نشده. شماره 7، فسیلی که تاریخ انسان را تغییر داد. در غاری به نام میسیلیا کیو در اسرائیل بقایای یک انسان مدرن کشف شد که نشون داد انسان‌های اولیه 100,000 سال زودتر از آنچه قبلا تصور می‌شد از آفریقا مهاجرت کردند. این کشف تمام نظریات علمی درباره مهاجرت اولیه بشر رو تغییر داد. بخش سوم، اتفاقات عجیب و غیرمنتظره در اسرائیل. شماره 8، دریای مرده، جایی که در آن غرق نمیشین.
دریای مرده در اسرائیل شورترین دریا در جهانه. غلظت نمک آن به حدی بالاست که هیچ جانداری در آن نمیتونه زندگی کنه. اما همین ویژگی باعث میشه که هر کسی که در اون شنا کنه بدون تلاش روی سطح آب شناور بمونه. شماره 9. اسرائیل اولین کشوری بود که از پول دیجیتال استفاده کرد. قبل از اینکه کریپتوکارنسی ها مانند بیت کوین به محبوبیت برسن، اسرائیل پول دیجیتالی رو آزمایش کرد و یکی از اولین کشورهایی بود که سیستم های پرداخت کاملا الکترونیکی رو توسعه داد. شماره 10. چرا اسرائیل رو سرزمین استارتاپ ها مینامند؟ اسرائیل دارای بیشترین تعداد استارتاپ در جهان نسبت به جمعیت خودشه. به همین دلیل این کشور لقب سرزمین استارتاپ ها رو به خودش اختصاص داده. خب حالا شما هم با 10 حقیقت عجیب درباره اسرائیل آشنا شدید. کدومی که از اینها بیشتر شما رو شگفت زده کرد؟ لطفاً در کامنت ها برامون بنویسید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جذاب بعدی رو از دست ندین. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.